Вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. 20 سال پیش بالت کل قوان به رمز تلاش برهدر حزب کمونیست جهت جلوگیری از سقوط اتحاد شوروی تبدیل شد. طی چند روز حکومت در مسکو در دست اعضای کمیته دولتی حالتهای فوق‌العاده یا گکچپ بود و در طول این روزها شبکه دولتی تلویزیونی SSR گشته و برگشته کل قوان پیوتر چایکوفسکی را پخش میکرد. هر سر چند وقت همون نواری رو که اظهارات چهار نفری گروه تبادلاتگر بود همون زود پخش میکردند و مردم تقریبا یک قسم زیادی مردم رو هراس هم پخش کرده بود. واقعا چی میشود اگر اونا به سر خدا بیان گفتم که این نیروها و این پشتیبان‌های این نیروهایی که در تاجیکستان خیلی زیاد بودن اونا همش البته در هراس افتاده بودن که حتما این نیروها را از بین میبرند. در حالی که در دل روسیه نیروهای دموکراتی با پوتچیست‌ها مقاومت می‌کردند، فضا در پایتخت تاجیکستان نیز تفسان می‌شد. از مسکو بعد دوشنبه نامه‌ای مخفی رسید و در آن از مقامات رسمی تاجیکستان طلب می‌شد که موقع خود را در برابر گکچپ مشخص کنند. همه از این تحولات و نامعینی‌ها در حال شوک قرار داشتند. وقتی که امروز بعضی نفران را برای پشتیبانی از گکچپ تنقید می‌کنند، اگر این تحولات کمی دیرتر به وقوع می‌پیوست، احتمالاً موقع این نفران نیز دیگر می‌بود. اگر این عمل دستجمعانه انجام می‌شد و مقامات جمهوری‌ها به هیئت گکچپ شامل می‌بودند، تصویر رنگی دیگر می‌داشت. اما تیم پرزیدنت قهار محکموف سرسختانه خاموش بود. این نکته که چرا پرزیدنت محکموف گکچپ را نه دستگیری کرد و نه محکوم هنوز هم راز باقی مانده است. президент маҳкамов дар ин вазъи сарнавиштсоз низ худро ҳамчун сиёсатмадори дурандеш нишон надод. ӯ мавқеи фурсатталабонаро пеша кард то бубинад ки дар ин набард кӣ пирӯз мешавад то бо ӯ бипайвандад. ин хело сиёсати бехирадона буд. барои намуна мо дидем ки аскар оқоев ва раҳбарони дигар чӣ гуна ба ин таҳаввулот вокуниш карданд. табиист ки ин рафтори маҳкамов барои мухолифини ӯ дастак шуд то ӯро зери тозиёнаи танқид бикашанд. маҳкамов нуфузашро дар марказ низ аз даст дода буд, зеро ҳукумат ба дасти мухолифони гкчп гузашт. نوری کریموف وزیر نقلیات آن دور و سابق عضو کمانده محکموف میگوید گرفتن تصمیم‌های مستقلانه سیاسی برای رئیس او کاری از حد بیش مشکل بود. متاسفانه در اون زمانها راهبران ما چون یک وینتی که در همون سیستم بودن دائما انتظار می‌شدند که ببینن که در دیگر کشورها با این جریان چی بها میدهند و کدام طرف رو بگیریم. ولی اصلا حزب کمونیست تاجیکستان خاموشیشون با رازگی بودن با رفتار گکچپ بعضا ما میگویم که سکوت علامت ریزاست همین مضمون را داشت. اما در طول 3 روزه که حکومت مرکزی در دست تبادلاتگران بود، در این کشوری خرد آسیای مرکزی نیز یک دگرگونی‌های به مشاهده رسید. با تعجب شهروندان رفع‌های خالی دکان و مغازه‌ها با یک بارگی پر از مواد غذایی شد و کار نقلیات عمومی نیز از گذشته بهتر به راه مانده شد. این از چی درک میداد؟ این البته از آن درک میداد که حاکمیت همان دوره تاجیکستان طرفداری آنها بود، طرفداری میکرد غیره. مردم هم با استیلا از بازسازی‌های گرباچوی تا یک امضا مانده شده بودند و البته بودن اشخاص زیادی که در تاجیکستان طرفداری همین تبادلاتگرا را میکردند. نیروهای دموکراتی تاجیکستان گکچپ را همچون چالش جدی سیاسی پذیرفتند. در پایتخت عاجلاً معرکه‌های ضد تبادلات تشکیل شد. همزمان حکومت نظارت را بر دفتر و اداره‌های احزاب مخالف افزایش داد. با گفته دوست محمد دوست در طول 3 روز پای افسران خدمات امنیتی و نیروهای قدرتی از دفتر آنها کنده نشد. اون صبح چند کس در بینای حزب در کوچه پوشکین شهر دوشنبه جمع شدیم و اولین اقدامی کردیم علیه گکچپ
غیر قانونی بودن عملی GKCP ورقه ها آماده نمودیم و این ورقه ها را چاپ میکردیم در چند ماشینی، چه اون وقت کامپیوتر و این خیلی وسایل نبود و اونها رو در کوچه پهن میکردیم و از روزی اول مرکز حزب دموکرات تحت کنترل شدید قرار داشت. ضمناً تبادلات ماه اوگوست دیر دوام نکرد. بعد 3 روز فعالیت GKCP قطع شد و تلاش کمونیست‌ها برای حفظ اتحاد شوروی بر هدر رفت. شکست GKCP در مسکو به استعفای قهار محکموف در تاجیکستان صورت بخشید. مخالفین با برگزاری تظاهرات عمومی استعفای محکموف را که از موقع GKCP خاموشانه پشتیبانی کرده بود در میان گذاشتند. 31 اوگوست سال 1991 نمایندگان مردم در جلسه اضطراری پارلمانت تاجیکستان با قهار محکموف همچون با پرزیدنت اظهار ناباوری کردند و او مجبور شد از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد. استعفای محکموف برای تاجیکستان آغاز به حاکمیتی و به نظامی بود.